سلام دوست من. یادتونه تو ویدیو قبلی یه جای اشاره کردم اگر وسوسه شدی و جایی از مارکت رو گرفتی بدون اونجا شکست میخوری چون اونجا استراتژی نداشتی. میخوام یه لایه در مفهوم استراتژی عمیق‌تر بشیم. شهودی معامله کردن، شهودی تصمیم گرفتن یعنی چی؟ بیا یک مثال بزنیم. شما در جاده در حال حرکت هستین. ماشین مقابل رو میبینین که از فاصله خیلی دور به سمت شما میاد. شما تصمیم میگیرین که سبقت بگیرین. ماشین جلویی شما هم از ماشین جلوییش همون لحظه تصمیم میگیره که سبقت بگیره و شما میمونین که از این مرحله عبور کنین یا برگردین سر جاتون. تصمیم گیری تو اون لحظه یک اتفاق از پیش تعیین نشده است. یعنی هیچ قانون و ضابطه و آیین‌نامه‌ای که شما یاد گرفته بودین به شما نمیتونه بگی که در اون لحظه چه تصمیمی بگیرین. اونجا شما و تجربه شماست. محاسبه سرعت ماشین روبرویی، سرعت خودتون و ماشین جلویی شماست. در اون لحظه تجربه شما و زنجیره‌ای از آموخته‌های شماست که کمک میکنه که از اون اتفاق، از اون بحران، از اون شرایط بدون خسارت عبور کنید. دوست عزیزم، در مارکت هم به دلیل پویایی، زنده بودن و رفتارهای انسانی شرایط مشابهی پیش میاد که خروجی‌های مشابهی با هم نداره. شهودی معامله کردن شما در شرایطی که تجربه کافی و اندوخته‌های قبلی نداشته باشین صرفاً به شما ضرر میزنه. پیشنهاد میکنم از استراتژی تست شده و شبه مکانیکالتون مثل یک ربات پیروی کنید. بگذارید حد ضررتون تاچ بشه، بذارید حد سودتون تاچ بشه. در آغاز شما مثل راننده‌ای میمونین که تجربه کافی برای عبور کردن از اون بحران رو نداره و حتما دچار خسارت میشین. پس شهودی معامله کردن ناکارآمده و اشتباهه؟ نه، قطعا اینطور نیست. برای راننده‌ای که رانندگی ملکه ذهنش شده، تعویض کردن دنده با دور موتور ملکه ذهنش شده، دیگه دقت نمی‌کنه که کی من باید دنده عوض کنم. زمان پیچیدن و چرخش از قبل راهنما رو ناخودآگاهش زده. برای کسی که استمرار داشته، برای کسی که به هیجانات خودش فائق اومده. خیلی قراره با هم صحبت کنیم. دلم میخواد تو ویدیوها لایه‌های عمیق‌تری از آموزش‌هایی که قبلا دیدین رو بررسی کنیم. دوست من، موفقیت در مارکت، در معامله‌گری به پول رسیدن نیست. موفقیت در این مارکت اکسپرت شدن، حرفه‌ای شدن و متخصص شدنه. حد ضررهای زیادی خورده بشه، حد سودهای زیادی خورده بشه. اون چیزی که شما رو سودده میکنه برآیند معامله‌گری شماست. در این مارکت به دنبال پول نباشین. به دنبال مهارت باشین، به دنبال تخصص باشین. مطمئن باشین که پول هم کنارش دنبال شما میدوه. قرار درک عمیق‌تری از مارکت داشته باشین. با من همراه باشین. یک نکته گفته نشده از لایه‌های عمیق‌تر استراتژی اینه که همه فکر میکنن که استراتژی برای نقاط ورود و تریگر ورود برای معاملات استفاده میشه. اما واقعیتش اینه که اینطور نیست. نکته قابل تأمل برای استراتژی اینه که در برگیرنده مؤلفه‌های زیادیه، از جمله زمان معامله‌گری. همونطور که بهت میگه کی میتونی وارد معامله بشی، همونطور هم بهت میگه که کی نباید معاملاتتو انجام بدی. مدیریت سناریو، یعنی اگر بعد از ورود شما مارکت طبق پلنتون پیش نرفت، چه اتفاقی میفته؟ چه تصمیمی باید بگیری؟ رفتار شما نزدیک به زمانهای اخبار. فرض کنین که تو یک سشنی وارد یک پوزیشنی شدین، به هر علتی اون پوزیشن طول کشیده و نزدیک اخبار شده، یعنی حد سودتون نخورده. شما تو این شرایط چیکار باید بکنی؟ مدیریت تریدهای متوالی. یعنی چی؟ یعنی حد روانی برای تارگت ها و زیان هاتون. استراتژیتون برای شما چه میزان حد ضرر رو و درادان رو تعیین کرده؟ چه حد تارگتی رو برای روز، هفته و ماه شما تعیین کرده؟ تایم بهینه. در چه تایم فریمی؟ در چه سشن معاملاتی؟ کجا دیدین که تارگت های بالا و تارگت های مد نظرتون تاچ شده؟ یه توصیه دوست عزیزم، عمیقاً بهت توصیه میکنم قبل از اینکه هر استراتژی رو انتخاب کنی و بخوای ازش تبعیت و پیروی کنی، باید تیپ شخصیتی خودت و روحیات خودت رو منظور کنی. استراتژی شما باید جفت با روحیات و شخصیت شما باشه. در کپشن 4 تا تیپ شخصیتی رو نوشتم. لطفاً به خودت 2 تا 4 تا کن. ببین کدوم با تو سازگارتره. استراتژی باید یک زبان مشترک با ناخودآگاهت بشه. اون وقته که تو شهودی داری مبتنی بر یک استراتژی کارآمد که میتونه به معاملات کمک کنه. فلشبک به ویدیوی قبلی، معاملات شهودی.
استراتژی خوب لزوما استراتژی نیستش که به تو سود زیادی بده. استراتژی خوب استراتژی که با روحیات تو چفت بشه، جفت بشه، که بتونی در فشارهای روانی بهش پایبند بمونی، بهش ایمان بیاری. فرض کن حجم معاملاتت بالا بره، فرض کن میزان سود و ضررات بزرگ باشه. وقتی که تو به استراتژیت ایمان داشته باشی و اعتماد کرده باشی، اون وقتی که میتونی با این استراتژی کنار بیای. باید به استراتژیت ایمان داشته باشی. اون استراتژی توئه. نکته آخری که در مورد استراتژی میخوام بگم اونم اینه که دوست من، استراتژی منقضی میشه، تحلیل میره، ضعیف میشه. استراتژی باید به صورت ادواری چک بشه، باید با ژورنالات چک بشه، باید بهینه‌سازی بشه. استراتژیت رو بهینه‌سازی کن، شخصی سازی کن. استراتژی عوض نمیشه، استراتژی آپدیت میشه. یادت باشه. با من همراه باش. مؤکداً تو تمام این قسمت‌ها راجع به استراتژی صحبت کردم. توی ویدیوی قبلی عنوان کردم که یه جاهایی استراتژی بهت میگه که ترید نکنی. میخوام راجع به این قسمتش بیشتر صحبت کنم. تصمیم به نداشتن معامله خودش یک استراتژیه. ترید نکردن در زمانی که مطمئن نیستی و شرایط ورود رو نداری خودش یک استراتژیه. بیشتر تریدرهای تازه کار وقتی پای چارت میشینن از خودشون توقع دارن که وارد معامله بشن. این تفکر آدمیه که تازه ترید شروع کرده و با همین تفکرات به زیان میفته. زیان اول، زیان دوم، لجبازی با مارکت، دچار سایکولوژی شدن و نهایتاً از دست رفتن حسابت. اما به تجربه کم کم یک تریدر حرفه‌ای به این نتیجه میرسه که بازار همیشه هست و همیشه فرصت معامله کردن برای من هست. خیلی از موقع‌ها حرکت‌های کندل‌ها در مارکت پرقدرت و متقاعد کننده است و تو رو متقاعد میکنه که وارد بشی. اما ذهن یک تریدر حرفه‌ای چی میگه؟ همیشه در موقعیت‌های مختلف شرایط ورودهای مجدد برای من ایجاد میشه. مارکت کارش اینه. مارکت کارش متقاعد کردن شما برای ورودهای بده. شما رو اغوا میکنه و ناچارتون میکنه که ورود کنید. و این دقیقاً همون جایی که شما نباید ورود میکردین. تریدر مبتدی برای اینکه جا نمونه با همون موج حرکتی وارد میشه و مجبور میشه استاپ بزرگتری بذاره. یعنی مارکت باید حرکت زیادی کنه تا فقط یک ریوارد به این آدم بده. اما تریدر حرفه‌ای صبر میکنه، منتظر میمونه تا قیمت اصلاحشو بکنه، نقطه ورود بهینه‌تری بهش بده. اینجاست که یک تریدر مبتدی برای ریوارد یکش حرکتی از مارکت رو میگیره که تریدر حرفه‌ای ریوارد 2، 3 یا 4ش رو گرفته. یک نکته رو بگم. ترید نکردن از روی ترس با ترید نکردن از روی شعور خیلی فرق میکنه. باید حد و مرز این دوتا رو بشناسی. اگر به استراتژی ایمان داشته باشی از ورود کردن به معاملاتت نمیترسی. اما اگر مارکت رو خوب درک کنی متوجه میشی که استراتژی تو تمام المان‌های ورود رو به تو نداده و تو اونجا هیجانی وارد نمیشی. شکارچی‌های پرنده زمانی که میخوان برن شکار، یک تفنگ دلول، یک سگ شکاری و یک محلی آلونکی رو برای خودشون آماده میکنن و اونجا اتراق میکنن، صبر میکنن. پرنده ها که جمع شدن با شلیک اول تقریبا همه پرنده ها متفرق میشن. تیر دوم تیری تو تاریکی و باید صبر کنه تا این اتفاق دوباره بیفته. اگر استراتژی نداشته باشی یعنی نقشه‌ای برای پیش بردن مسیرت نداری. یعنی حرکت بعدی خودت و حریفت رو نمیتونی بفهمی. با من همراه باش.